بریم یه معرفی جذاب از انواع لنزها داشته باشیم. بریم سراغش. لنزهای اول لنزهای وایده یا واید انگل که عمق میدان بالایی داره، فاصله کانونیش زیر 35 میلیمتره، واسه فضایی که جمعیت زیاده، عکاسی منظر و اینا کاربرد داره. یه حس باز بودن به تصویر میده. لنزهای بعدی لنزهای نرماله که نزدیکترین دید به چشم انسان رو داره. فاصله کانونیش 50 میلیمتره و واسه عکاسی‌های معمولی و فیلمبرداری نیمه حرفه‌ای استفاده میشه. لنزهای بعدی لنزهای تلفوتوه که واسه عکاسی‌های پورتره عالی‌ان. شارپنس، وضوح تصویر و این بلری و محوی که پشت تصویر میده خیلی خوبه که فاصله کانونیش هم بالای 85 میلیمتره. لنزهای بعدی لنزهای پرایم یا فیکسه با فاصله کانونی ثابت، قابل تغییر نیست، 50 فیکس، 35 فیکس، 85 فیکس و یه بوکه های خیلی جذابی رو پشت سوژه میتونه ایجاد کنه که خیلی تصویر رو سینمایی میکنه، خیلی جذابن. لنزهای بعدی لنزهای ماکروه که این لنزها کجا کاربرد دارن؟ وقتی ما میخوایم تا جای امکان به سوژه نزدیک بشیم، مثل عکاسی از حشرات، عکاسی از قطرات آب، شارپنس خیلی بالایی دارن و تصویر خیلی هیجان انگیز میشه. و لنزهای زوم قابلیت جابجایی داره، متغیر فاصله کانونیش، میتونیم عقب وایسیم، زوم کنیم هر چقدر میخوایم، مثل لنزهای 70-200. و آخرین لنز که خیلی هیجان انگیزه و کاربرد محدودی داره، لنزهای فیشای یا چشم ماهی که یه حالت اعوجاج گرد به تصویر میده و زاویه 180 درجه رو پوشش میده که همونطور گفتم واسه یه سری از پروژه ها کاربرد داره، جایی که خیلی هیجان انگیز، سفر، اینجور کارا. حالا تو بهم بگو از کدومش استفاده میکنی؟